راهسازی در بخش از راه بین‌المللی دوشنبه چناق در حدود ناحیه درواز قطع شده است. این قطعه راه از جانب راهسازان چینی و کارگران محلی ساخته میشد که آنها روز 1 دکبر پس از یک حمله مسلحانه از جانب افغانستان محل کار خود را ترک کردند و تا هنوز سر کار برنگشتند. وزارت نقلیات تاجیکستان در یک پاسخ کتبی روز 5 ژانویه سال 2026 برای آزادی قطع شدن کارها را تایید کرد و گفته وزارت با هدف تامین امنیت کارمندان چینی و تا برقرار شدن امنیت پوره موقتا کارهای راهسازی بازداشته شده است. حالا در این قطعه راه تنها کارمندان محلی به اجرای کارهای به آنها مربوط مشغولند و خلاص. در حمله بر راهسازان چینی روز 30 نوامبر سال 2025 در دهه شادک ناحیه درواز ولایت مختار کوهستانی بدخشان دو راهساز شرکت چاینا راد اند برنچ کارپوریشن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. این راهسازان چینی همراه با شرکت‌های محلی قطعه قلعه خونونج شهرهای دوشنبه کلمه را می‌سازند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در یک اظهارات پس از این حمله آن را کار اعضای گروه‌های مسلح تروریستی نامید، ولی از هیچ گروهی نام نبرد. سفیر چین در تاجیکستان گاچ جوزیون در پی این حمله از مقامات تاجیکستان خواست که برای تامین امنیت شرکت و شهروندان چین تمامی چاره‌های ضروری را بیاندیشند. بعداً سفارت چین در تاجیکستان از همه شهروندانش در تاجیکستان خواست از نقطه‌های مرزی میان تاجیکستان و افغانستان به دوشنبه برگردند. در پی این حادثه سراج‌الدین محی‌الدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان با امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان صحبت تلفنی انجام داد و جانب طالبان از آغاز تحقیق حادثه و بازداشت چند تن به اتهام دست داشتن در این حادثه خبر داد، ولی تا حال معلوم نیست که تحقیق نهایی این حادثه به کجا رسیده است. قطعه قلعه خونونج تا آغاز ناحیه روشان راه بین المللی دوشنبه کلمه که تاجیکستان را به چین می‌پیوندد 109 کیلومتر طول دارد. وزارت نقلیات این قطعه را یکی از دشوارترین مسیرها در جمهوری می‌داند که سالهای طولانی تعمیر اساسی نشده بود. ساختمان این راه ماه سپتامبر سال 2022 آغاز یافت و مسئولان مرکز تطبیق لایحه تجدید راه اتومبیلگرد دوشنبه چناق که این طرح را تطبیق می‌کنند می‌گویند که کار ساختمانی باید 20 سپتامبر سال 2026 به انجام رسد.